المپیک 1968 در مکزیکو سیتی از کشور تانزانیا یک کسی شرکت میکنه به نام جان استفان آکواری. اصلا یکی از نمادهای المپیک. دقیقاً. و یکی از نمادهای ادامه دادن یک مجسمه جنگجوی اندوهگینه. 42 کیلومتر و 150 متر بعد میدویدن. 20 کیلومتری ورزشگاه پای راستش آسیب میبینه، بانداژ میکنن و همچنان ادامه میده. سرعتش کم شده، همه دارن ازش پیش میافتن. چند ساعت میگذره، نفر اول، نفر دوم، نفر سوم میرسن به استادیوم، میخوان مراسم اهدای مدال رو برگزار کنن که خبر میرسه دیوانه‌ای با یک پای مجروح 20 کیلومتر تا ورزشگاه فاصله داره ولی دست نمیکشه از مبارزه. میرن نگاش میکنن، بهش میگن مسابقه تموم، باختی. ولی خب میگه که نه، من ادامه میدم. میگن منصرف میشه. 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، نیمه های صبح همه مکزیکو سیتی خبرنگارا میان که ببینن این مجنون، این عاشق، این جنگجوی اندوهگین کیه. و نیمه های صبح لنگ لنگان میرسه به ورزشگاه، پاشو که میذاره زمین، درد کل صورتشو پر میکنه و خسته وارد استادیوم میشه. ولی فیلمش هست که همه به افتخارش بلند میشن و دست میزنن و یکی از نمادهای ایستادگی، ادامه و المپیک. کسی که نفر 57م از 57 نفر شده، کی یادشه کی اول شد یا دوم یا سوم؟ ولی ما میدونیم کی آخر شده، چون میدونیم، چون تا آخر ادامه داده. من میگم زندگیم همینطوره، گاهی نمیشه، گاهی میشه.